لنگرود نام شهری است در شرق گیلان. نظرات متفاوتی راجع به وجه تسمیه نام لنگرود وجود دارد. شادروان جهانگیر سرتیپور می‌نویسد لنگرود نام از رودخانه‌ای گرفته است که از میان شهر می‌گذرد و در فصل بهار جریان آب آن جلوه بسیار دارد و در سایر فصول مانند آبگیری با آب راکد به نظر می‌رسد. به همین سبب این رودخانه را لنگابرود می‌نامیدند. رودی که از میان شهر لنگرود می‌گذرد در نگاه نخست راکد و ساکن به نظر می‌رسد و جریانی در آن دیده نمی‌شود. این موضوع را کیت سرکنسول انگلیس در ایران که در سال 1221 خورشیدی از لنگرود گذشته بود صریحاً بیان می‌کند. او می‌گوید آب رودخانه لنگرود بسیار کند حرکت می‌کند. لنگرود از دو جزء لنگ و رود ترکیب یافته که جزء اول آن در لفظ محلی به شکل لنگه می‌آید. لنگه صفتی است که بر روی رودهای لنگ یا همان بیجوش و خروش می‌نشیند و آن رودهایی هستند که جریانشان به کندی حرکت می‌کند. بر اساس روایت شفاهی و عامیانه لنگرود در اصل لنگررود بوده، یعنی رودی که کشتی‌ها و کرجی‌ها در آن لنگر می‌انداختند. پل خشتی لنگرود بر روی این رود واقع است که از آثار تاریخی مهم این شهر محسوب می‌شود.